هون گداریا رادیوی ریاتزش مسکوی دکن. سلاف و دما بخیر گدارین دلال. رادیو ریاتزه اند کارون ببینید تو رو اینترنتی بوی ناونی شانی. مالپر ریاتزه نقطه کم. ایرو شمیه 28 گلانیه گداریا دنگو بحث نفتیه کی بکن. رفشا داوی یا باکوری کردستانی. اپراسیون لشکری نردش ترکیه باکوری کردستانی ناو باجار اوچیاندا به دوام دکه. تشر و پیفچونین 24 گلانی یه نوچه نسبینی دا 11 لشکر بریندار بون. چفکانین لشکری یه ترکیه را گیاندن. کل شیرناخجی اپراسیون برب داویتن. نوچه نسبینی و مردین التاخا عبدالقادر پاشای 5 التاخا یعنی شهری جی 6 لشکرین ارتش ترک در انجام دا شر و پیفچونان دا بریندار بون. ولی دن السریا جای مازی و مردینه 225 کیلو تقامنی کدری دا هاتو بو بچی کرن هات دیتن و بوی و گریدای 6 کس هاتن بنچف کرن. نوچه نسبینی و مردینه دا 14 آداری دا قدغه درکتنا در و هات را گیاندن. جوی روژه و شر و پیفچونین دجوار نوچه رو دادن. جبر پیفچونین دجواری نوچه نسبینی سرکمری ترکیه رجب طیب اردوغان دا بوخیا کرن. دوی نوچهش دور و بیند بومه باران کرن. دمین داوید نوچه دجارش هیلا هزین اسمانی ین ترکیه و هاتن بومه باران کرن. شیرناخجی قدغه درکتنا در و روژ 13 آداری دست بکر و هجی بردوام دکه. هر و نوچه و گندن شیرناخجی هریمن لشکری هاتنه را گیاندن و جبرویجی نوچه آگاین راست نوین گرتن. آلیدن سرکانی ترکیه انجام شهر دمهان اشکره کرد. هات را گیاندند اپراسیون دا حتی نا 483 پلیس و لشکر هاتنه کشتن و 2807 لشکر و پلیس جبریندار بونه. سرکانی ایدیو کرد که اپراسیون دا 7000 زیاده تر اندام پککی جی هاتنه بباندور کرن که اف هجمارا کشتی بریندار و بنچف کریانه. پککی یکیناین پاراستن و سیویل با یک فرمی و کرخستن و گریدای خواه قبول ناکه جبرویجی دربار شهری باجارندا آگاهی ناده. پاریزگری مردینی را گیاند که یریش 25 گلانی یا نوچه نسیبینی دا دو پولیسان جیانغاش دست دانه و دو جی سیویل شپولیس و مالبت نوانجی 35 کس بریندار بونه. پاریزگی وانی یا باکوری کردستانی 6 لشکرین ترکیه هاتن کشتن که یکش وان افسیر کیپلا بلنده هر و دو لشکر جی بریندار بون. سیشمی 24 گلانی نوچه ابخ یا گریدای پاریزگی وانی لشکرین ترکیه راست یریشه که بون بین هاتن. هات را گیاندن که 24 گلانی سریا نوبر نوچه بازید یا اگری و نوچه ابخ یا وانی بون بیک بوتومبیل یا لشکرین ترکیه و تقیا. دنجامو تقینی دا 5 لشکرین ترکیه هاتن کشتن و 4 لشکرین دن جبریندار بون. هات زانین که یک لشکرین کشتی افسیر که پای بلندی ارتش ترکیه. حریم اپراسیون لشکرین پشگریا هلیکوپترن شهر بردوامه. نوند قضای پیرتاکی یا باجاری درسیم و الگند ساخمانه هزین نولیه ین ترکیه اپراسیون پیکانین اون 18 کس بنچاف کرن. ده انجام اپراسیونی ده هفسروکی هدپی یا پیرتاکی جی ده نوف وان 18 کسان هات گرتن. ده چرچوه لپرسینا کش آلی دوزگری کمری یا پیرتاکی و ده جی پیکی کتی بریمه برن جندرمان گریدای ارتش دولت ترک به سرباز که هدپی یا قضای پیرتاکا درسیمی دا کرد. استانبول کمک سیاستمدار و نویسکار درباره راکرنا پارلمانتاری پارلمانتاران دا لف جویان هات را گیاندن که آرمانجا راکرنا پارلمانتاری پارلمانتاران اوک هدپ تمامیش پارلمانتاری وارد درخستن. راکرنا پارلمانتاری پارلمانتاران وک مجارک سرکت سیاست ترکیه دا جی خاگرتیه. سر مسئله هنک نویسکار لیکولینر و سیاستمدار دجوینا پارتیا کسک و چپ دا فکرین خواه آنین زمان الگور بجدارن براکرنا پارلمانتاری پارلمانتاران ریل بر سیاست دموکراتیک دا دی بگرتن. وزیری بری و سروکی کمپانیا راپرسی یکون دای ترحان اردام دا کفشیکو ریبرین دولتی جبو بردوامیو دستلاداری خو هف دادن که هدبی نکهوه پارلمانتوی. سرکومر و سرکوزیری ترکیه 28 گلانی سردنا دیاربکری بکن. نامزد سرکی گیشتی آکی پارتی و سرکوزیری ترکیه بینالی یلدریم را گیان که دیب سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان را 28 گلانی دیاربکری سردانان بکن. یلدریم دیار کرد که اول باجر بجداری بکن سازی و کارگرم ببن و دی سردن و گند هربجینی جی بکن کد انجام تقینه که دا 17 کس لی هاتبون کشتن. الجین که دی شاند لی سردن بکه بروانیو اولهی که برفله هاتیه گرتن و آمده کاری تن کرن. سکرتاری گیشتی یا لیخوشبون و نامنتوی آمنیستی سال شاتی دبیجه اوروپاش بوچه رسیدیو رفش جیانی یا پینابرن چاوی خواه شپرزگری کدن دری ترکیه را گرتن. شاتی کش بو هلو جوینا مروایی یا جیانی چه بستانبولی دا زانین که اوروپا دخوازه پرزگری کدن پینابرن بریا ترکیه چاره سر بکه. شاتی رخنین خود دوماندن که اوروپی سرمافین مروان نش دلن. اوروپی سرمافین مروان تم درسان دادن جیانی لیدما رفش که و درکت هلی که راستبون خو نشان بدن مخابن سرکتی
کی نبون و نرخن خو بن پیکرن. هفته بوریل ترکیه گوته بلافکرن که اندامی کنسیه کچکی و برپرسه پگی مراد کریلن یعنی دو اپراسیونن دا هاتیه کشتن. بیشش گلانی تجمانو که زیده دال چپامینیا ترکیه هاته بلافکرن که اندامی کنسیه ریوبر یا کچکی و برپرسه گیشتی یه پگی مراد کریلن دو اپراسیونه که ارتش ترکیه ین بردو برلیین دا قندیلی هاتیه ترور کرن لی درباری بیاری دا تو آگاهی که نه هاتیه بشاندن. جالی دن دا چفکانی که آگادارد ناف پکی دا که نخواست ناوی خو اشکره بکه گوت. اف گوتانه هفدانین نیارن پکی نه و دخوازن بندور سر هزین پاراستنا گل هپکی و آوا بکن. هر وها گوت اف نیچه راستنینه و تشتکوا پک نه هاتیه. الگور زانیارین کش چفکانی که تایبت دست کتیه سیاست پکی یادوی درباری دا دما بیاره که وادا ترور کرنا اندامی که دا آگاهین و پر و شارتی دمینن. سروکی حریم کردستان مسعود بارزانی را گیاند مافی 45 میلیون کرده که ببن خودی دولت که خواه. مسعود بارزانی تفیوینه که الگل روزنامه تناشینن اسواسی بحث انجام دانا رفرندوم و سرخوابون کردستانی کر و را گیاند سینورین دوران جناف چونه و پیوسته اوراستی به قبول کردن و به ناس کردن. بارزانی سر سینورین هیین دور رجلات نامی داخوه و دبیجه. هزین مزن اف سینور دانینه. لید پراکتیک دا اف سینور نمانه و دما و یکی جاتیه که اوراستی به ناس کردن و به قبول کردنه. درباره پکواژیانا نتوان و گلان داجی بارزانی داخیا کردن. هر ملت کی سینوری خواهی خزایی هیه. او سینورین که بوزور هزی هاتن خس کردن نابعیدی بردوام بن. سروکی حریم کردستان مسعود بارزانی بردوامی آخفتن خدا امجه پرچه دنیا کردستانی جدیه و دبیجه بیگمان ام پیشوازیل ویدکل که نتوامه که 45 میلیون کسه دولت خواهبن لیبلی گرک رفش البرچاف بگرتن ام بسر 4 پرچه دا بیش بونه و هر یک جمجی رفش خویا تایبته و هر یک جوانجی پیوسته جاره سری خو الگل حکمتا ناوندی ببینه. درباره سرخوابون کردستانی دا بارزانی دستیشان ده که کردستان بو سرخوابونی آمده و رفرندوم ده ایسال ورپیکانی. یکتی اروپا درباره باشوری کردستانی دا بریارک درخست. الگوری بریار یکتی اروپا پشگری باشوری کردستانی دکه. دا جوینا فرمی یا کنسی یکتی اروپایی دا که شم 20 گلان الباجاری بروکسل بریواچو یکتی اروپا درباره باشوری کردستانی دا بریارک دا. دا جوینی دا یکتی اروپا بریار دا کش بو در بازبونش کریزا دارایی آلیکاری حکمت حریم کردستانی بکه و بو به یکی حول بده. نونری حریم کردستان لیکتی اروپا دلوور اشگیجی دویناو بری دا رگیاند یکمین جاره که بجاره آلیکار کردن حریم کردستانی دا جوینا فرمی یا وزیرین دروایین یکتی اروپایی دا تی بس کرن. هجای گوتنیه دبریاری دا دخواست به هر یک جبانکا ناف دولتی و صندوق دراب یا ناف دولتی هاتیه کرن و اب یک جیته وی واتای که یکتی اروپا پشگریات داینا دینان حریم کردستانش آلی هر دو سازین ناف دولتی وادکه. یینکی و گرانی را گیاندن پشت امضا کردن رکفتن هفبش افدب آلین سیاسیین باشور کردستانی را جوینان دار بخن و دی یکم جوینا خوشی پدکی را ساز بکن لیبلی پدکی رد کرکا و پفبشی هر دو پارتیا را جوینه بکه. دخیانی تفگر گرانی هات گوتن یکم کاری سرکاتی هفبش یاد نوبرا یینکی و گرانی اوکو سردن آلین سیاسی بکه و وک بریار دی یکمین سردن وانجیل گل پارت دموکرات کردستانی به اندامکی پولیت بیرو پدکی اشکره کر پدکی بریار دایکا یینکی و گرانی پورا نبینه اوی دو کفشی ام آمدنه با یکی جدا هم لگل یینکی و همجی لگل گرانی بجون لیبلی ام آمدنین کوان پیک و ببینن وی اندامی پولیت بیرو پدکی آمجب وی یکی جیک کوان و وکه پدکی بوجوینال گل گرانی نمرچنه و نجی تمرجان قبول دکن. در چارچوبه پروژه‌ای که یاسایی دا گریدان باشوری کردستانی با امریکا و هات پیشنهاد کردن. دسپیکا هفته بوریل باجاری هولیری پایتخت باشوری کردستانی زانیگه کردستان کنفرانسی که نافدولتی یا یاسایی ساز کرد. دوی کنفرانسی تا دهان لیکولین یاسایی هاتن پیشکش کردن و گوتوبش سروان لیکولینان هاتن کردن. کنفرانسی یا زانیگه کردستانی دا لیکولینک درباره مافی سرخوابونی باشوری کردستانی جی هات گوتوبش کردن. لیکولین دبن نام نشان پروژه PNG-1 هات پیشکش کردن. و تدا بس اگر گریدان باشوری کردستانی دولت نیگرتن یک آمریکا و تین کرن کلگوری وی پروژه باشوری کردستانی دبه شتاتی 51 من یا آمریکای درباره استنگین ناف دولتی بو جیبتی کردن پروژه جی قانونزان دبیشن او که پروژه 51 باساوی یکی دکه یاساین ناف دولتی ریلی نگرتیه هر تشتک جی که یاساین ناف دولتی ریلی نگرتیه دبه که پیک وره.
آمریکا بگرتن پایتخت ریخستن دایشی چاوی لی پیگیه هر جبر وی یکیجی فرماندای هیز نوندگین آمریکا روجلات نوین جنرال جوزف ویتال هفته بوری سردن رجوای کردستانی کرد او برایدرن لی پیگی را جویا فرماندای هیز نوندگین آمریکا روجلات نوین جنرال جوزف ویتال درباره سردن خوایا رجوای کردستانی دا رگیان آرمان جمعه اوه که هم دخوازنش نزدیک و هنک سروکن هیزن سوری دموکراتیک ببینن هیزن سوری دموکراتیک آج هسده هیزه که کدبن ریبریا یکیناین پراستنا گل دایه نونری تایبت یه سروکی آمریکا باراک اوباما تک پیمانیو نو دولتی یا دجی دایشه دا برید ماگیر درباره آرمان جو سردن گنرالی پلبلند یه آمریکا بو رجوای کردستان تویته که دا رگیان که اف سردانش بو خوابنده کرنا بو گرتنا باجار رقای یا پایتخت دایشه بو بردفکی وزارت دربیه آمریکا مارک تونرجی بحث کار کردن آمریکا و کرد هفرا بو کنترل کنن باجار رقای دکه و دبیجه ام به چند کمان را کار دکن و به تایبت الگل هیپگی و هیزن کردی یل دورین از اشکره و بزلالی دبیجم که اف هیپگی و هیزن کردی شریکی نمیین به باندور بون بو درخستن دایش الگلک دورین سوریه هر و سیشمی بیسی گلانی اپراسیون کنترل کنن با کور رقای علی هسده و هیپگی و به پشکریا آمریکایی دست بکن آمریکا دشمی بیستی گلانی جی حشاری دا که پشتوانین واشنگتونی بو یه بگی بیمرچ نینن بردف کی وزارت دروا یا آمریکا مارک تونر رگیاند ما بزلالی جیزن کد را گوتیه که نوبل پی آوکرنا هریمک خاجی یان نیوچه خاجی بن مجوان را گوت که نوبل دوف دستگرتن سروان آخانده بن که رزگار دکن وزیر درباره روسیه سرگئی لاوروف را گیاند که ولایتی آماده هفکاری کردان و هفپیمانی نو دولتی اپراسیون رزگار کردن رقایدا بکه. بردف کی وزارت درباره یا دولت دیگبویین آمریکایی جی مارک تونر دیار کرد که ولایتی نخواهد روسیه بهداری اپراسیون رقای ببه. تونر بریفینگ روزانه سشنبه دا گفت ام باورن پشگیری ما هیزن سوریه دموکراتیک چرچوبای هفپیمانی دا دکارن با یکی زخت کنترل سر رقای چکن. گوری آژانس روسیه نو چند تاس وزیر درباره روسیه سرگئی لاوروف پشتی که هیزن سوریه دموکراتیک روز سشنبه را گیاندن که اپراسیون با کوری رقای دست بکریه تاشکند پایتخت ازبکستان روزنامه‌وان را واگذار بود. در فتح هفکاریه که نابر هیزن ازمانی روس او هفپیمانی دجدای شیعه ام باورنده به امپیک و پشگیری بدن هیزن کمر عرب یا سوری و هلبت باسکی چکدار یه پارتی یکتی دموکراتیک یا کرد. درباره وی مجارجی بردف کی وزارت آمریکای مارک تونر کنگره که روزنامه‌وانی دا دیار کرد ولایتی بیتنی دخوازه روسیه اگر بستول سوریه بپاریزه لی نخوازن او بشداری پروسیه رزگار کردن رقای دا بکه. وزیر کارین درباره روسیه سرگئی لاوروف را گیاند آمریکای سوز دا بوان سوریه هیزندش برای او ین تروریست لف جدا بکن. وزیر کار درباره روسیه سرگئی لاوروف پشت جوینا کنسیل افکاری روسیه و ولایت عربیین که انداوی پرسین روزنامه‌وانان برسیوند سرگئی لاوروف دیار کرد که ما ثبات چرچوبای کوما پشگیری سوریه دا آمریکای سوز دا بوان که هیزندش برای دش النصرای جدا ببن لی افسوس هیچ نهاتیه بجی کرد. چاو ما و جورد آگادار کرد هیزن سوریه دموکراتیک و یکیناین پراستنا گل اپراسیون با کوری رقای لجیر پشگیری ازبانی هفپیمانان دا دومینن الگور آگایان نشچافکانین و دوریستاندی فروکین هفپیمانان جی گندی هشای بومبه کرد دا کو پیشا هیزن کرد عرب وبه 23 گلون دیکم روز اپراسیون دا گندی قرطاج و دو مزراین وی هاتنه رزگار کردن دنجا شهر کل نوچه الحیشه 40 کیلومتر دوری رقای 25 چکدارین دایش هاتن کشتن هری کم 2700 زاروکین ازدیش برکشتنا یان هر دو یان جی یک دیو باویوان بدستی رخصتنا دولت اسلامی سیویمانه گوری راپورتکش آلی حکومت حریم کردستانی و هاتی آمده کرن پرانی وان سیویان نهال کامپین پنابرن دادجین و گلک جوان بی آریکاری و جار سریا پسیکولوژیکن برپرسکیش نویزگی کاروبارین ازدیاند بیجه مگلک جاران بانک حکومت کردستانی و خیرخوازی نامنتوایی کریه که وارن بجدی مجرد سیویان بگرنه دست و آلیکاری بدنوان. حکومت حریم کردستانی پشت که شنگال و گندن در دورش آلی دایشی و وابینا 2014 هات نداگر کرن نویزگی کاروبارین ازدیان دامزراند. پرانیا سیویان 1750 جوان به باغمانه جیدن 407 به دایک بونه و 350 سیویان جی هم دایکا خوا هم جی باوی خوش دست دایه دیو باوی 220 زاروکا جی هید دست دایشی دانه و جبر وی اکی جی وکی سیوی هاتنه حسباندن الگوری نویسکه دمو کتنا شنگالی هریکیم 6255 سیویلین ازدی شالی دایشی و وکی خانیمت جهاتی حسیر هاتبون گرتن جوان نزدیکی 3878 جی دست دایشی دانه که پرانیاوان جن زارو کن.
پشتی داگرکردن شنگالی گوری شادان و رزگاربویان رخصتنا دایش گلک جیان جن و میر شف بقتاندن میر کشتن جن و کج وکی جاری سر چکدار و امیر خدا بلاف کرن. هجمارا ازدین دست دایشی هاتنه کشتن تام نوی زانین لیتی تغمی کرن دور 30,000 کسی به پشتی کارسیت شنگالی گلکش ازدیان بری خودنه ولادن اروپای گوری نویسگه کچبری یا عراقی سال 2014 و 40,000 ازدی پیدانبری اروپایی بوده. هفته بوری الکامپ که پیدانبرن آلمانیا 5 ازدیش آلی پیدانبرین چچینیین مسلمان و هاتنه بریندار کرن. بفچینو ازدی و مسلمانان شوا شامل الکامپ که باجری بیلفیلد نبره دکومن دشبر ین دپوز دکسی دا چی بو الگوری داخلیان ویسکیا پلیس دور کبر و کیران یریشی هف کرن پشتی دست بکا شهر پلیس آلمان گیاند ناف کامپ و کاری داوی بفچولی بین لیبلی هف کتن حتی سبجی دماند بدهن ملبتن ازدیش بر نبون آرامیاش یانی خوش کامپی آویتن در و شول سرجاده در باز کرن السروی یکی هنک ازدین رونشتوانن بیلفیلد چونه جیبویاری و هفلو چاره سرکنو پرسگریکی پلیس را دانه. برپرس بینگه لالش بیل فیلی گوت. مجبورینک پلیسی باجی را کر اوج بکو پرسگریک بزتر نبه. خواست که خوش کو براین ما لوی کامپی نبینن و دستوری بدن ما اموان ببدن مالین خو. و هک پیوست به امدری لالش وان را وکن. پلیس ری ندا وی خواسته که لیبلی رازی بو ازدید کامپ کدنه دا چچین مسلمان بینه جیب کرن. گور آگاین برپرسین آلمان ازدینا به گواست کامپ که باجاری جینار هرفورد. پلیس بیلفیلد داخلی که تا گوتش چچینان دو کسات نگرتن. بده هزاران ازدیش آوین 2014 دا دم داگرکنش شنگالش آلی رخصتنا دایشی و دگل پیدانبرین دنین سوری و عراقی جبو پیدانبری کتن سرین اروپایی. دنگو بحثین جیانی. وزارت درباره آمریکای نروزیبون خود درباره راکرنا پاریس بندین سر پارلمانتارین ترکیه نشان داد. درباره وی مجاری بردف که وزارت درباره آمریکای مارک تونر داخلی که نویسکی راگیاند که راکرنا پاریس بندیان دیریل بر آزادی آخفتن بگره. اویک جی دموکراسی ترکیه کیم بکه. هفته بوری لپارلمانتوی ترکیه یاسای درباره راکرنا پاریس بندیان 138 پارلمانتاران به 300 هفته و 6 دنگان هاتبو قبول کردند. گمیه که کوچبران دریای سپی نوکی آوی بو و انجامی دا 8 کوچبران جیان خوش دستان. هیزا پاراستنا برامن ایتالی رگیاند نزدیک برامن لیبیای گمیه که کوچبرتی دا بون نوکی آوی بو و انجام بیاری دا 8 کسنتی دا خانقین و جیان خوش دستان. الگوری آگایان 24 کوچبر جوی بیاری رزگار بونه. الگور گوتنا رای درین ایتالی هیزن وی ولاتی دروش بری وی 562 کسند گمی نقبوی دا جمرنه رزگار کرن. هیزا پاراستنا بر آبین ایتالی دازانین که تن دروژن دشمی و سشمی ین وی هفته دا 5600 کوچبر دریای سپی جمرنه فلتینه. کمیسیون مافی مروان یا نتوی یک بوی یا جنیوری راپورتان نو یا جافدیرین مافی مروان یا سر سوریه با یک نویسکی اشکره کرد. در راپورت دا دیار کرد که سوریه دا 5 سالین داوی دا 283,000 کسان جیان خوش دست دایه جوانا 81,436 کس سیویلن 10,040 کس زاروک 9,306 کس جنن کسین هاتنه کشتن 48,566 اندامین کومن تروریستانه 47,095 کس جی کسینش دروی هاتنه سوریه و تولی کومن تروریست بونه هروا 56,609 کس لشکرین رژیمی و یدن جی کسین کش بو رژیمی شهر دکن هاد گوتن که اف آگاداری ین حتی داویا می آداره 2016 نه. سروکی پارلمانتوی اروپای مارتین شولز رخنین تونتل ترکیه گرد و دازانین که ترکیه برب سیستم یک مروی واده چه. شولز روزنامه کلنر شتات انزیگی را آخوی اووا گود. ترکیه شجاعی اروپای بلزگینی که مزن دور دکه. بیویست سرکوزیر آلمانی آنگلا میرکل و ریوبرین اروپای سرکومری ترکیه رجب طیب اردوغان هشیاری بکن و بزلالی ببیجن که سیاستوی و هجاین اروپای دجی هفن. شولز دازانین که اگر ترکیه و بردوام بکه پیواجوی اندامتیاوی یاش بو یکتی اروپای تنی زحمت نبه دی به این کام بجی. ترکیه برب سیستم یک مروی وده چه و او نکارن لنبری و یکی بدنگ بمینن. گدارین هجا ابو وشانا دنگو بحث نفتیه کی شر چور پرچین کردستانی و کردن دیاسپوری هروا نوچین نونتوی جوره کدن هفتیاتی دیسال سروی نام نشانی امی راستی هبین آمده کار او ریوبرو برنامه یا دنگو بحث نو یاریاتزه بیلاس ترکیه حتانی وشانا نو بمینوند خوشی اسلامتیه دا